فقط 800 میلی ثانیه زمان لازمه تا لیتیوم داخل باتری گوشیت به دمای ذوب برسه و توی صورتت منفجر بشه. میدونی اگه مدار محافظ شارژر حذف بشه و برق 222 ولت مستقیم به برد گوشیت حمله کنه، چه فاجعه‌ای رخ میده؟ برق شهر متناوبه با ولتاژ مرگبار 222، اما سلول‌های باتری تو فقط تشنه 5 ولت برق مستقیم هستن. وقتی گوشی رو مستقیم به برق میزنی، انگار داری با یک سد خروشان یک لیوان رو پر میکنی. نتیجهش چیزی جز فرار حرارتی و انفجار آنی نیست. آداپتور شارژر تنها چیزیه که بین گوشیت و یک نارنجک دستی فاصله انداخته. چون ولتاژ رو 44 برابر ضعیف میکنه تا از سوختن مدارها جلوگیری کنه. هیچ وقت با کابل‌های آسیب دیده ریسک نکن، چون 100 ثانیه بعد ممکنه دیگه گوشی نداشته باشی.